قسمت 13 از مجموعه سرگردان‌های فضای مجازی. الحمدلله رب العالمین و صلاة و السلام علی سیدنا سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. دوستان و زن گرامی، طبق قولی که در قسمت آخر از قسمت 12 برای شما داده بودم، میپردازیم به تنویر و تشریح و تبیین الباقی شبهات سخنران پست فضای مجازی که نسبت به اصحاب کرام رضی الله عنهم متاسفانه اتهاماتی را وارد کرده بودند. در این قسمت میپردازیم به الباقی تهمت‌های ایشون که وی ادعا کرده بودند که در هیچ جنگی نبوده که صحابه و خلفای راشدین غیر حضرت علی رضی الله عنه از میدان جنگ فرار نکرده باشند و همینطور از ما اهل سنت ایشون تقاضا کرده بودند که یک روایت صحیح یا یک روایت معتبر نسبت به این که حضرت عمر رضی الله عنه کسی را کشته باشند یا اینکه یک کافر را کشته باشند ما به ایشون ارائه بکنیم و انشالله اون جایزه 10 میلیونی را انشالله ما چیکار بکنیم؟ انشالله به دست بیاریم. با هم دیگر بشنویم الباقی شبهات این سخنران را. در هیچ جنگی نبود که خلفا و صحابه فرار نکرده باشند و تنها آقا امیرالمومنین محافظ جان پیامبر بودند. در جنگ خیبر، در جنگ خندق و در همه جنگ ها فرار کردند، به حدی که آقا رسول الله از اونها بیعت میگرفت که فرار نکنند. حالا باشه، شاید شما بگید اونها شجاع بودند. یک روایت صحیح و معتبر بیارید که عمر فقط یک نفر رو کشته باشه، یک کافر رو کشته باشه، جایزه 10 میلیون تومانی ما برای شما. بله، این قسمت از ادعای این شخص سخنران را هم با هم دیدیم. واقعا دوستان، انسان با کمی تعقل و تفکر میتونه به حقانیت یا اشتباه بودن چنین مطالب سرگردانی در فضای مجازی به راحتی دست پیدا بکنه. اون اشخاصی که یعنی کمترین آگاهی به نسبت جنگ‌های رسول خدا صلی الله علیه و سلم با مشرکان و دیگر قبایل، جنگ‌های اصحاب کرام رضی الله عنهم با مشرکان و دیگر قبایل داشته باشند، اونا میتونن به راحتی در این مورد قضاوت بکنن که آیا اصحاب کرام رضی الله عنهم طبق ادعای این سخنران هیچ جنگی نبوده که صحابه و خلفا در اون فرار نکرده باشند الا حضرت علی رضی الله عنه که سرمه چشم هستن. واقعا این به راحتی مشخصه که این حرف هیچ یعنی بوی از حقیقت نبرده. آقا ما جنگ بدری داشتیم، اولین جنگ امت اسلام با مشرکین قریش، با مشرکان زمان نبی خدا علیه السلام. آیا در اونجا هم فراری بوده؟ اونجا که کاملا پیروزی بوده. لذا این ادعای شما که هیچ جنگی نبوده که صحابه و خلفا فرار نکرده باشن، این 100% دروغه، اشتباه نیست، 100% دروغه. چرا که اون اشخاصی که کمترین آگاهی با سیره نبی خدا علیه السلام داشته باشن از این واقعیت خبر دارن که در جنگ بدر هیچ گونه فراری نبوده، بلکه قرار برقرار بوده، کاملا پیروز شده بودن. یا در خود همین جنگ احد به شهادت قرآن آیه 152 سوره آل عمران، همین آیه که این شخص بزرگوار میخوانن، یک آیه قبل از اینا بخوانین، الله تعالی خود فرمودن ولقد صدقکم الله وعده اذ تحسونهم باذنه. قبلا پیروزی با صحابه بوده، فراری نبوده، کاملا پیروز شده بودن، اما بنابر اون اشتباه و رعایت نکردن دستور نبی خدا به خاطر نگهبانی یک مشکل بسیار بزرگی پیش آمده. صحابه کرام مابین یک لشکر سواره و یک لشکر پیاده قرار گرفته و چنین حالتی از سراسیمگی و هزیمت و این مشکلات را به بار آورده بود. لذا در مرحله اول هم در جنگ احد هم چطور بوده؟ پیروزی با اصحاب کرام رضی الله عنهم بوده. و غیر از آن اما برید شما غزوات نبی خدا صلی الله علیه و ببینید، خیلی از جنگ هایی که نبی خدا صلی الله علیه و بودن در آن صحابه کاملا پیروز بودن. بله، به شهادت قرآن آیه 16 آل عمران شما نگاه بکنین، الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئه، به تاکتیک جنگی میتونن که میدان را ترک بکنن، میدان را چیکار بکنن؟ عوض بکنن. این چیزی که الله متعال در قرآن خود به این اجازه داده، اما این بزرگوار متاسفانه از این حقایق قرآنی متاسفانه خبر ندارن. بعد از وفات رسول خدا علیه السلام خب جنگ مرتدین بوده، اونجا صحابه فرار کردن که آمدن اون مسیلمه کذاب را کشتن، تمام اون اشخاصی که مرتد شده بودن اون را بر سر صراط مستقیم آوردن. اونجا که فراری نبوده. یا در جنگ ایران که فراری نبوده، در جنگ روم که فراری نبوده. آقا ایران را چه کسی فتح کرده؟ روم را چه کسی فتح کرده؟ آخه دروغ به این بزرگی را گفتن و از این طرف هم ادعا کردن که بله ما 10 میلیون هم جایزه میدیم به شخصی که بتونه ثابت بکنه که حضرت عمر رضی الله عنه یک شخصی را کشته باشه. بله آقا، طبق ادعای شما شیعه های انگلیسی به شهادت رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، امثال شما شیعه های انگلیسی ادعا دارین که حضرت عمر رضی الله عنه بیبی فاطمه را کشته.
دختر نبی خدا علیه السلام را، دختر رسول خدا علیه السلام را به شهادت شیعه های انگلیسی چه کسی کشته؟ میگن که بله حضرت عمر کشته، آمده به پهلوی او زده، بعدن به خاطر همین مرده. یا اون بچه‌ای که در شکم بی فاطمه رضی الله عنها بوده، طبق ادعای اینها چه کسی اینو کشته؟ اینا میگن که بله حضرت عمر کشته. لذا چیزی که خودتون قبول دارین چرا اینا رو انکار میکنین؟ اگه قرار ما ثابت بکنیم که حضرت عمر رضی الله عنه کسی را کشته، بله طبق ادعای شماها و امثال شماها بی فاطمه و اون فرزند در شکم او را طبق ادعای شما کشته، پناه بر خدا. یا به نسبت این که حضرت عمر رضی الله عنه کسی را کشته باشن، بله آقا برین آیه، دقت بکنید دوستان، آیه 65 سوره نساء رو برین بخونین. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. برین تمام تفاسیر اهل سنت رو نگاه بکنین. اکثریت تفاسیر اهل سنت به صراحت واقعی را آوردن که بله یک شخص به ظاهر مسلمان با یک یهودی میان در محضر نبی خدا علیه السلام، اینجا قضاوتی صورت میگیره. نبی خدا علیه السلام حق را به یهودی داده بودن، این شخص به ظاهر مسلمان در حقیقت کافر، این قضاوت قبول نمیکنن، میرن پیش صدیق رضی الله عنه، صدیق رضی الله عنه ایشان را آرام میکنن که بله صدیق حضرت رسول علیه السلام قضاوت کرده، شما برای این راضی باشین. بینم راضی نمیشن، همین شخص به ظاهر مسلمان راضی نمیشه، یهودی راضی بوده، بلند میشن پیش حضرت عمر رضی الله عنه و میگن که بله ما پیش نبی خدا رفتیم، پیش صدیق رفتیم، همچین حکمی را دادن، شما چه میفرمایین؟ اینجا بودن که حضرت عمر رضی الله عنه گردن این کافر به ظاهر مسلمان را در جا قطع کردن. این در اکثر تفاسیر اهل سنت آمده. لذا این چنین دلایل واضح را انکار کردن و جایزه 10 میلیون رو گذاشتن، بله آقا من شما را کار براتون میفرستم، حتما این 10 میلیون شما واریز بکنین که انشالله ما این را در راه دین و خدا و رسول خدا انشالله چیکار بکنیم، صرف بکنیم. و بالاتر از این حالا روایت بسیار مشهوریه، الله متعال به نسبت این واقع حضرت عمر رضی الله عنه آیه قرآن را نازل کردن که بله فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. همینی که حضرت عمر کشته، این 100% الله متعال از بالای عرش، اون صاحب عرش، اون ذات بی مثال بی مکان، آیه قرآن نازل کردن که بله این شخص کافر بوده. بفرما آقا این دلیل به این وضاحت. آیه 65 سوره نساء برین اکثر تفاسیر از سنت رو نگاه بکنید، این مطلب واضح آمده. و غیر از اینم در جنگ بدر به شهادت، من حالا بهشون آدرس هم میدم، در شرح الشفا جلد 2 صفحه 52 و در السراج المنیر جلد 4 صفحه 235 به صراحت آمده که در جنگ بدر که اولین جنگ مسلمان ها با کفار بوده، کما قتل عمر و خاله، حضرت عمر رضی الله عنه دایی خودش را کشته. اینا چرا محبتی به خدا رسول خدا داشتن که پروای هیچ کسی را نداشتن. لذا این دوستان عزیزان گرامی، نسبت به این مطالب سرگردان شما هیچ پریشان نشین. اشخاصی هستن در لباس اهل سنت، اشخاصی هستن در لباس اهل تشیع به شهادت خود رهبر ایران زمین ما شیعه های انگلیسی آمدن با این ارائه مطالب دروغ ما بین اهل سنت و اهل تشیع متاسفانه دارن دشمنی ها را اینطور برانگیخته میکنن، کینه و کدورت ها و عداوت ها رو وسط متاسفانه کشیدن که اینا مطالب دروغن و واقعا اینها لازمه که یعنی ارگان های دولتی نسبت به این اشخاص واقعا یک کاری بکنن، عکس العمل نشان بدن. چرا به صراحت به این چنین اشخاصی اجازه داده میشه که به مقدسات اهل سنت با این حالت بی ادبی بیان اهانت بکنن و کسی به اینا چیزی نگوید؟ واقعا جای تأسفه. لذا دوستان اینه حقیقت حال این بود که بله در هیچ جنگی و میدان درگیری اینطور نبوده که صحابه هرگز فرار نکرده باشن. بله موقعیت هایی بوده، به تاکتیک جنگی بوده، به عقب نشینی بوده، به اون حالت هایی که در جنگ احد ما بین لشکر سواره و پیاده مانده بودن، اینطور 70 نفر از شهید شده بودن. در اون حال سراسیمگی یک حالت های پیش آمده. ولی عجیبه، در اون جلسه 12 هم گفتم که الله متعال در آیه 152 155 و 158 اعلان عفو خود را از اصحاب کرام رضی الله عنهم که اونا انسان بودن، اونا معصوم نبودن، اونا اشتباه کرده بودن. بله ما هم قبول داریم صحابه معصوم نیستن، اونا با اون خصایص بشری خودشون اشتباهات مرتکب شده بودن، همونطور که در جنگ احد شده بود، اما الله متعال معاف کرده. اما این گونه اشخاص متاسفانه به نام تبلیغ اهل تشیع، اینا هنوز که تا هنوزه بعد 1400 سال هنوز نتونستن این آیات معاف کرده الله متعال بفهمن و دست از این کینه و کدورت ها و عداوت انداختن ما بین اهل سنت و اهل تشیع بردارن. لذا اینه که بله بنده شماره کارت هم زیر همین پست خواهم گذاشت.
حتما این 10 میلیون را برای ما واریز بکنن که انشالله ما این را در راه دین خدا و رسول خدا انشالله متعال صرف کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.